نوع فرهاد ف داره فریدونه. ما فریدون آسرایی داریم که امشب اگر فرصت شد براتون قطعی از فریدون هم خواهیم خون. اما یه فریدون دیگه هم داریم که یه مدل دیگه بعضیا دوست دارم. خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس مست دیوانه من، روید رخ من سوید ره من، هستی چو بهش پروانه من. پروانه تونم امشب. بله، از تفاوت‌ها سری قبل زیاد گفتم. میگفت فقط در ایرانه که میتونی شما پشت شیشه مغازه ببینی کاغذ چسبونده و نوشته روغن مار 100% گیاهی. 45 دقیقه بود نگاه میکردم، مار 100% گیاهی، هم چیزی میشیانه. میگفت فقط یک ایرانی میتونه یک دل سیر از عالم آدم پشت سر عالم آدم غیبت کنه، آخرش هم بگه به ما چی، هر کی واسه خودش زندگی میکنه. تو بابا یارو به در داد. عزیزان، من از کچلی گفتم بهم خندیدی. میدونید موضوع اینجاست که شما مسخره کردید، اما شما برید یه پولدار رو از صبح تا شب مسخرش کن. اگر پولدار شدی، اما کافیه از رو تمسخر فقط به یه کچل یه لبخند بزنی، در کمتر از 1 ماه تاس میشی کاملا. و کچل بستگی داره کجای شهر زندگی کنه. بالا شهر باشه میگن خب مدله، کچلی الان مدله. وسط شهر باشه میگن از سربازی اومده. پایین شهر باشه میگن از زندان ولش کردن. فرق میکنه شما کجا کچل باشه. بدبختی یکی دوتا نیست تو کچلیا. دوست کچلی دارم از من خیلی کچل‌تر، تاسه. میگم انقدر ما بدبختیم کچلا، توی یه جمعی که حدود 1000 نفر نشستن، فقط توی یه کروات مشکی با یه پیراهن سفید پوشیدی، میخوان عوضی که بگن اون کرواتی میگن اون کچله. حالا از این بدتر میگم با بغلی دستن کار دارن، یا آدم خیکیه مثلا 200-300 کیلویه، عوض بگن اون توپله میگن اون که بغل کچله نشسته. این کچلا بیچاره بغل. حالا اینجا اشکال نداره میخندید. بدبختی اینه که میگفت آدم میره مراسم ختم، همیشه در مراسم ختم خنده‌دارترین چیزها به ذهن آدم میرسه. نیم خودتو کنترل میکنی. به قول دوستی میگفت رفته بودم ختم بابا یکی از رفقا، دم در اومدم بهش بگم که مرگ حقه، گفتم حقش بود. اون بدبختم فهمید که من دارم چرت و پرت میگم، گفت برو بشین حلواتو بخور، زرت و زرت نکنه جان. اومدیم شد یه آهنگ جدید، یک شاد، یه دست، یه جیغ هورا. دیگه تو یه جادوی خاصی هست که نگاه تو. همه چیزمون فرق میکنه، حتی اتکلون زدنمون. مثلا در کشورهای مختلف طرف اتکلون میزنه پس 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 پس، تمام. در ایران طرف اتکلون میزنه همه جا. فرمون دادنشون هم این دخترها با پسرها فرق. یکیشون میشینه پشت رول، دیدی مثل اون که میگه واسه عشقمون میدم قلبمون شکر کنیم، رفتن تو باقالیه. خلاصه اون یکی میشینه پشت رول، این یکی میاد پایین بهش فرمون بده این پارک دوب کنه. بیا 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 بیا، افتادی تو جوب نه یا اگه داری اینو میبینی دیگه درست. خانم ها، اگر میبینید که آقایون خیلی به پارک دوبلشون مینازن، علتش اینه که این تنها کاریه که آقایون بدون کمک مامانشون میتونن انجام بدن. همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی. دروغه
چجوری دلت میومد منو این جوری ببینی، با ستاره ها تو نزدیک منو تو دوری ببینی. همه گفتم که تو رفتی ولی گفتم که دروغه دروغه دروغه. مازیار فلاحی لامصب اینقدر حسی میخونه آهنگاشو که اگر آدم برای یک بار حتی در طول زندگیش با جنس مخالف حتی یک کلمه صحبت نکرده باشه شکست عشقی میخوره. اینقدر که حس تو کار این هست. آقا یزدانی میگه یه بار اومدم شکست عشقی بخورم، مو توش بود نخوردم.